پس از افتتاح مرکز سلامتی در دهه مهرآباد، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همین جا با فعالان و راهبران ناحیه جبارالصلح ملاقات کردند. هموطنان عزیز، حاضرین ارجمند، پیش از همه میخواهم با قناعتمندی اظهار نمایم که ناحیه جبارالصلح در مدت 3 سال آخر، یعنی بعد ملاقات ما و شما در مراسم افتتاح بنای قصر فرهنگ با شرافت زحمت اهلانه ساکنان آن خیلی آباد و زیبا و پیشرفته گردیده است. علاخصوص در دام سالهای آخر با کمک و دستگیری حکومت مملکت و در نتیجه فعالیت صافدلانه مردمی سربلند و زحمت‌دوست ناحیه، عملهای آبادانی و بنیادکاری خیلی وسعت پیدا کردند. در یک مدت کوتاه زیاده از 45 کیلومتر راههای داخلی ناحیه پورا تعمیر گردیده 4 کارخانه استحصالی و 18 انشاءات اجتماعی و خدمت‌رسانی ساخته به استفاده سپارده شده است. اینچنین خط آب نوشاکی حدود شهرک مهرآباد از تعمیر برآورده کوچه‌های آن و دهات غولک‌انداز پرره چراغان کرده شدند. برای انجام دادن کارهای ذکر گردیده زیاده از 21 میلیون سومانی خراجات گردیده است. انشاءات و بناهای نوبنیادی که امروز افتتاح و موردی بهره برداری قرار داده شدند، از جمله قطعه شاهراه دهمای مدنیت، پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، کودکستان برای 240 نفر، کارگاه 3 ساله 30 سالگی استقلالیت دولتی و مرکزی سلامتی معاصر که حالا ما در آن قرار داریم، نمونه کارهای آبادانی و سازندگی می باشند که به خیلی آباد شدن ناحیه مساعدت نمودند. این کارها بسیار کارهای خوب هستند، خیلی خوب هستند، لیکن باز هم زحمت کشیده کارهای آبادانی را سرعت بخشیدنمان لازم است. وطنی که وطنی مای شما، دولتی که دولت مای شما کی آباد کردنش در کار؟ کی؟ مای شما، هر یک شهروندی همین سرزمین. پیش از اینجا آمدن من کودکستان برای 240 نفر 4.5 میلیون صاحب کار کرده است. 35 جای کاری برای مربیان و آموزگاران. یا کارخانه‌ای که افتتاح کردیم برای 50 جای کاری، کارخانه استحصال قالین‌ها، جای کاری، سرچشمه درآمد بودجه ناحیه، کارخانه دوزندگی برای 70 نفر بانوان در نزد خانه 1000 سومانی معاش میگیرد، نزد خانه شون به. علاوه بر این موافق برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه جبارالصلح برای سالهای 2016-2020 تطبیق 82 لایحه با مبلغ 485 میلیون سومانی پیش بینی شده است. در دایره برنامه از سالهای 2016 تا امروز باید 60 لایحه با مبلغ عمومی 157 میلیون سومانی عملی می‌گردد. ولی در دوره ذکر شده کارها همگی در حجم 23 میلیون سومانی کار اجرا شده است و ضرور است که دایر به اجرای نشاندهنده‌های برنامه همه ذخیره و امکانیت‌ها سفربر کرده شوند. زیرا تا انجام برنامه رشد ناحیه همگی 2 سال وقت مانده است. سال 2017 در کارخانه‌های صنعتی ناحیه با مبلغ 169 میلیون سومانی محصولات استحصال کرده شده است که نسبت به سال 2016 قریب 1.5 برابر زیاد است. چنین روند سال جاری نیز ادامه پیدا کرده. در 2 ماه محصولات صنعتی با مبلغ عمومی 16 میلیون سومانی زیاد استحصال کرده شده است.
در برابر این خاطر نشان می‌نمایم که در ساحه صنعت نوآیه یک قطار مشکلات و مسائل جای دارند که بدون برطرف سازی آنها رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی نوآیه را تأمین کردن دشوار میباشد. وابسته به این به وزارت صنعت و تکنولوژی نو و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوآیه ولایت ضرور است که با جلب صاحبکاران فعالیت کارخانه‌های صنعتی نوآیه را تقویت بخشیده استفاده ثمرناک میدان‌های استحصالی، انشاءات و بناها و دیگر اقدارهای بیکارخوابیده کارخانه‌ها را تأمین نمایند. از بس که نشاندهنده‌های ساحه صنعت نوآیه در نوبت اول از فعالیت کارخانه‌های پخت تازه‌کنی و استحصال مسائل ساختمان وابستگی دارند، بنابراین راهبران و مسئولان ساحه وظیفه دارند که همه امکانیت‌ها را برای تأمین نمودن فعالیت منتظم و با ثمر سمت‌های ذکر شده روانه سازند. همچنین ضرور است که با در نظر داشت فراوانی نرخ پخته دیگر محصولات کشاورزی و اشیای خام برای مسائل ساختمان و تشکیل کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی از جمله عاید به کارکرد محصولات و تأسیس جایهای علاوگی کار توجه جدی ظاهر کرده شد. ساحه کشاورزی در ناحیه جبار رسول یکی از سمت‌های اساسی و افضلیت‌ناک اقتصادی به حساب رفته طبق تحلیل‌ها سالهای آخر با مرام رشد یافته ایستاده است. طبق معلومات تا ماه اکتبر سال جاری در ناحیه حجم عمومی محصولات کشاورزی 500 میلیون سومانی را تشکیل داده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد میباشد. با مقصد تأمین نمودن اجرای دستور و سپارش‌های حکومت مملکت عاید به افزون نمودن میدان کشت زراعت‌های سیر درآمد و واردات عوض کننده از جمله پخته، کارتاشک و سبزیجات در ناحیه چاره‌های ضروری عملی گردیده ایستادند. ضرور است که چنین روند مثبت ادامه داده شود و مسئولان ساحه کشاورزی جهت تأمین نمودن فراوانی هرچه بیشتری بازار داخلی با محصولات استحصال خودی، حفظ امنیت آذوقه‌واری و صادرات محصولات از جمله با راه تشکیل گرمخانه‌ها، زیاد کردن پرورش سبزیجات، بلندبر داشتن مدنیت زمینداری و تأسیس کارخانه‌های خرد کارکرد محصولات تدبیرهای علاوگی اندیش. زیرا در نهایت برای باز هم افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی و مهیا کردن جاهای نوی کار امکانیت ذخیره خیلی زیادند. در نهایت با مقصد احیا نمودن هنرهای مردمی، جلب زنان و دختران به اطلس و ادرس بافی، قالین بافی، دیگر نوعهای کاسبی و کار خانگی و به این وسیله تأسیس دادن جاهای نوی کار یک سلسله اقدامات خوب عملی کرده شده است. در نزد پرچم اکثریت دخترکان ما بانوان لباسهای ادرس و اطلس هر گونه رنگ و خطی پوشیده چقدر زیبا هستند، چقدر زیبا هستند. ما تمدن و فرهنگ و عرف و عادت و سر و لباس خودمان را گم نکنیم. بیگانه پرستی به یگان جای نیکی نمیبرد. عنعنه‌های نیکی پدر و مادران فراموش کرده مانده کار نیست. البته زحمت کشیده با خوبتر و بهتر کنیم. نمودها، رنگها، طرز، اسلوب، ما حتی طعام‌های ملی ماند، طعام‌هایی که از پدر مادر قدیم ماندند، با نوشم فکر کرد با لذت چی می‌بیاد. هم خیلی این از خودی ما شما وابستگی دارد. ولی تاکید می‌سازم که در نهایت هنوز شماره قوای قابل مهرت بیکار زیاد بوده. اکثر چنین شخصان برای مشغول شدن با کار دائمی و تکمیل اختصاص و گرفتن قرض‌های امتیازات نیاز دارند. از این لحاظ راهبران و مسئولان وظیفه دارند که جهت تشکیل جایهای کار نو و مساعدت در حل مسائل اجتماعی ساکنان چاره‌های تاثیربخش اندیشند. حاضرین ارجمند، چند سال پیش با مقصد آسان نمودن خدمت رسانی‌های تیوی به ساکنان دیهات ما دستور داده بودیم که در ناحیه یک مرکز زمانوی طبی بنیاد کرده شد. در ظرف 2 سال ساختمان بینای این مؤسسه طبی
و تامین نمودن آن با تجهیزات معاصر طبی به انجام رسیده امروز به استفاده سپارده شد. در 21 حجره و آزمایشگاه‌های مرکزی سلامتی تمام شرایط حاضر زمان خدمت رسانی به اهالی فراهم آورده شده است. در مؤسسه برای 34 نفر متخصصان جای کار دائمی مهیا گردیده است. مهمتر از همه با توفیل به فعالیت آغاز کردن مؤسسه امروزه ساکنان دهات اطراف از صرف مبلغ و وقت زیادتی برای رفتن به مرکز ناحیه و ولایت آزاد شدند. با استفاده از فرصت ساکنان ناحیه را به مناسبت افتتاح باز یک مؤسسه نوی تندرستی تبریک گفته به ساختمانچیان و همه آنهایی که در بنیاد و مجهزگردانی انشاءات مذکور سهم گذاشتند منتداری بیان می‌نمایم. چون سخن درباره ساحه تندرستی رفت، میخواهم تاکید نمایم که در دوران صاحب استقلالی مملکت زمینه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های طبی در همه شهر و ناحیه‌های کشور از جمله ولایت سوخت تا رفت مستحکم گردیده بنیاد انفراستراکچور ساحه سال به سال وسعت گرفته ایستاده است. حالا در شهر ناحیه‌های باباجان غفوروف، پنجکند، کانی بادام، دیوشتیچ، عینی، مستشاه و اشت کوهستان مستشاه ساختمان از نوسازی ده‌ها بیمارخانه و مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی ادامه دارد. با مقصد استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب بودجه دولت و با مبلغ‌زاری صاحبکاران و تاجران اینچنین اهالی در همه شهر و ناحیه‌های ولایت ساختمان و تعمیر و از نوسازی 267 انشاءات تندرستی به نقشه گرفته شده است. من باز رئیس ولایت یک مرتبه دیگر دیدند که پرابلم اساسی ولایت این ساحه معارف و تندرستی است. در 3 سال آینده پرره این کبودی‌ها را ما باید برطرف کردنمان در کار است. ماه سپتامبر سال روان هنگام ملاقات با مناسبت روز دانش با استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و کارمندان ساحه تندرستی کشور بسیار مسائل و مشکلات حل طلب ساحه از جمله باز هم بهتر نمودن انفراستراکچور تندرستی، تأمینات مؤسسه‌های طبی با تجهیزات حاضر زمان، تربیت کادرهای بلند اختصاص، بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی به اهالی و دیگر مسائل را مفصل بیان داشتم و تکرارا تاکید نمودم که سلامتی ملت بایگری دولت می باشد. در همان ملاقات همچنین خاطر نشان ساختم که سالهای آخر مسئله واردات و معاملات دارواری قلبکی، پسیفت و مهلت استفادهش گذشته باعث نگرانی جدی شده است. یعنی زحمت طبیبان همان وقت نتیجه می بخشد که اگر صفت دارواری تامین کرده شد. بنابراین از شرکت‌های وارد کننده دارواری و کارمندان ساحه تندرستی ولایت طلب کرده می شود که برای پیشگیری کردن معاملات دارواری قلبکی و پسیفت چاره‌های قطعی اندیشه. همزمان با این ساختارهای دخلدار را بار دیگر وضع‌دار می نمایم که در این سمت چاره‌های علاجی را عملی سازد. تشکیل کارخانه‌های داروسازی و وسیع استفاده بردن گیاه‌های شفابخش وطنی در طبابت و سالمگردانی بیماران یکی از راه‌های کم کردن واردات داروهای بی‌صفت و مهلتشان گذشته از خارج کشور و بلند برداشتن ثمره‌ناکی معالجه میباشد. در رابطه با این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار کرده میشود که جهت برطرف نمودن کمبودی‌های در این سمت جای داشته چاره‌های ضروری اندیشه. باور دارم که جهد و تلاش و زحمت هزاران نفر طبیبان ولایت برای بلند برداشتن صفت خدمت رسانی طبی به اهالی، تشویق طرز حیات سالم، تامین نمودن نشاندهنده‌های مساعد وضع سلامتی ساکنان، علاخصوص مادران و کودکان، کاهش دادن بیماری‌های سیرایتی
و بهتر گردانیدن حفظ اجتماعی اهالی نتیجه های نظر است به بار خواهد آورد. حاضرین گرامی، ما را در پیش جشن مقدس و بزرگ ملی یعنی 30 سالگی استقلالیت دولتی وطن عزیزمان انتظار است. برای مردم تاجیک این سنه بسیار مقدس و عزیز می باشد. اطمینان دارم که مردم سربلند ولایت سوت از جمله ساکنان ناحیه جبار رسولوف جهت با دستاوردهای ارزنده تجلیل نمودن این جشن فرخنده ملی رشد و ترقیات همه‌جانبه کشور و باز هم آباد و زیبا گردانیدن سرزمین محبوبمان زحمتی صادقانه خویش را دریغ نمی‌دارد. طوری از معلومات برمی‌آید در ناحیه جبار رسولوف بعد به امضا رسیدن امر پرزیدنت در این بابت بنیاد نمودن 300 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده است که از این حساب تا امروز علاقه 34 انشاءات ساخته مورد استفاده قرار گرفته است. در این جاده باید به سراسیمگی راه دادن در کار نیست. هر یک انشاءاتی که ما بنیاد میکنیم باید پیش از همه با صنعت بلند معماری و با صفت بلند ساخته شود که اقلاً یک 10-20 سال به تعمیر و ترمیم به مردم خدمت کرده تواند. بنیاد گردیدن دهها انشاءات و بنای نوی که در 3 سال آینده برآمده می شود بی‌شبهه به حسن شهرک و دهات ناحیه حسن تازه زم نموده در حل مشکلات زیاد ساکنان مساعدت می کند. تأکید می نمایم که نقشه تصدیق شده نیایی نیست و صاحبکاران و تاجران دیگر شخصانی همت بلند ناحیه می توانند باز کودکستان و مکتب‌های نو، کارخانه و کارگاه‌های استحصالی، مؤسسه‌های اجتماعی و خدمت رسانی بنیاد نمایند، راه و پل‌های محل‌های اهالینشین را تعمیر و نوسازی کنند و با همین واسطه برای همدیاران خود صدها جای علاوگی کار مهیا سازند. یعنی با همین راه برای خود و نسل‌های آینده شرایط خوبی زندگی مهیا سازیم. در این روند مهم است که هر یک عائله سهم گذاشته آبادی را از خانه و کاشانه و کوچه و محل زیست خود آغاز نماید. باور دارم که ساکنان سربلند و زحمت پیشه ناحیه جبار رسولوف چون هر وقته سیاست حکومت مملکت را صمیمانه دستگیری نموده در راه آبادانی و پیشرفت وطن محبوبمان تاجیکستان عزیز در آینده نیز اهلانه زحمت میکشند و جشن مبارک و مقدس 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده استقبال میگیرند. در این راه پرشرف به همه شما حاضرین ارجمند و تمام ساکنان ناحیه زندگی آرام و آسوده و برار و کامیابی آرزومندم. دائم سربلند و سعادتمند باشید هموطنان عزیز. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. سراول من از نام ساکنان ناحیه و از نام کارکنان طب شما را خیر مقدم میگویم. نور دیده. سلامت باشید. همه ساله در سراسر کشور دهها بیمارخانه های نو، مرکزی سلامتی نو بنیاد شده با تجهیزات های حاضر زمان مجهز میگردد. خرسندانه امروز با اشتراک شما در ناحیه ما یک مرکز طبی زمانوی، مرکز سلامتی مهرآباد به کار آغاز کرد. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، از فرصت استفاده برده من از نام تمام ساکنان ناحیه، از نام کارمندان طب منتداری به اندازه خود را اظهار میکنم. سلامت باشید. شما در سخنرانی‌هاتان عاید تشکیل کردن حجره‌های ختنه به ما دستور و سپارش داده بودید. طبق این دستور و سپارش ها
حالا در بیمارخانه مرکزی ناحیه، در مرکزی سلامتی دهات حجره ختنه تشکیل کرده شده است. با دهاتی دوردست که از مرکز دور جایگیر شده است، در روزهای معین شده با آنجا دست جمعانه رفته ختنه کودکان گذرانده می شود. جواباً به این همه غمخواری های شما، ما با دستی پاک و دلی پاک و نیتی نیک خدمت مردم را کرده، بهر بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی، پیشرفت ساحه و جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تمام نیروی و مهارت خود را روانه می سازیم. ما از آن افتخار داریم که دولت آباد و زیبا و سروری خیرتمند و رهنما داریم. خوش آمدید باز یک بار دیگر جناب عالی نوری دیده. سلام باشید. شاگردان تیار کنید خون است. طبیبایی که ختم میکنند البته شاگردان او تیار کردن دکو. بسیار مهم است. رحمت. سلامت باشید. خدمت کنید. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، قدم مبارک شما را به ناحیه جبار رسول الله خیر مقدم میگوییم. من همچون متخصص جوان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 دهه تاجیک‌آباد به حیث آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک فعالیت نموده ایستادم. محض سیاست خردمندانه و معارف پرورانه شما محترم جناب عالی بود که از منطقه‌های گوناگون کشور عزیزمان جوانان امکانیت بیشتری تحصیل را در مکاتب عالی پیدا نمودند. ما آموزگاران جوان در ردیف استادان سابقه‌دار و دانشمند خویش بهر بلند برداشتن صد و صفت دانش در روی وطن دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نمودن آنها کوشش به خرج داده ایستاده‌ایم. محترم جناب عالی، ما زادگان دوران استقلال در این زمان نازک و برخورد منفعت‌ها زیرکی سیاسی را از دست نداده جهتی برای درست هدایت نمودن نسل نورست، پیشگیری شامل شوی جوانان به هر گونه رویه‌های افراطگرایی در مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم دستور و راهنمایی‌های شما را سرمشق کار خود نموده ایم. و وقتی خلق تاجیک همیشه سلامت و سربلند باشید. تاجیکستان هست زیبا، باز زیبا می شود، به محابات چون بهشت روی دنیا می شود. سلامت باشید بچه. سلامت. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، محترم جناب عالی، تمام مردم تاجیکستان خوب می‌داند که دستاوردهای کامیابی‌های خلق ما در طول استقلالیت با نام و فعالیت پرثمر شما وابسته است. محض با طفیل سیاست دراندیشانه و خردمندانه شما جناب عالی در تاجیکستان صلح و وحدت، صلح و ثبات برقرار و استوار گردید. از روزهای نخستین سرور دولت تاجیکان انتخاب شدنتان، غمخواری نسبت به مردم، بلند برداشتن سطح زندگی مردم در مرکز سیاست اجتماعی شما قرار دارد. دستان نرم و پرمهر و پدرانه شما همیشه بالای سر یتیمان، بیکسان، محتاجان، کار افتادگان است. تمام مردم تاجیکستان شما را با محبت و صمیمیت پرزیدنت مردمی و پرزیدنت من میگویند. محترم پیشوای ملت، هر یک تشریف شما به ولایت سوخت از جمله به ناحیه جبار رسولف یک فعال نیک بوده. با شرافت و فیض قدم مبارک شما همیشه کارهای آبادکاری و سازندگی به وقوع می آید. با دستگیری و غمخواری شما مرکز ناحیه ما در چند سال آخر خیلی آباد و زیبا گردید. ترمیم از نوسازی قصر فرهنگ ناحیه، بنیاد زیبای خیابان با مجسمه اسماعیل سامانی، تعمیر با تجهیزات زمانوی تامین نمودن بیمارخانه بیماری‌های سیل ولایتی در ناحیه با اشتراک شما برای مردم پیشکش گردیدند. تشریف امروزه شما جناب عالی باز به ناحیه ما آبادی، سازندگی، فیض و برکات نو آورد. جناب عالی، شما واقعا با مردم پروری
خاکساری و عدالت پروریتان در دل دیده مردم جای گرفتید و سزاوار محبت تمام خلق گردیدید. شما مثل امیر اسماعیل سامانی تمام تاجیکان و تاجیکستانیان را متحد ساختید و اسماعیل سامانی دوران ما گشتید. دائما صحت سلامت سربلند باشید. سلامت باشید. شما را هم یک جان تشکر و رحمت خدا. سلامت باشید. خوشبخت باشید. آباد باشید.